پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر زن نمازهای پنجگانه را ادا نماید، روزه ماه رمضان را بگیرد، عفت خود را حفظ کرده و از شوهر خود اطاعت کند، با او گفته می شود از هر کدام درهای بهشت که می خواهی وارد آن شو. چه خوش باشد که با ایمان بمیریم، برای دوست جاویدان بمیریم. چه خوش باشد میان سنگر حق، به زیر سایه قرآن بمیریم. چه خوش باشد